الله میفرماید مرا تنها بگذارین با دروغگویان، مرا تنها بگذارین با دروغگویان که جزای دروغگو را فقط من میدهم. این را الله میفرماید. پس عزیز دل من، اگر میخواهی عزیز بشوی پس باید در زندگی خودت راستگو باشی. وقتی کسی آمد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد یا رسول الله من فلان 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 گناه ها رو دارم، چی کار بکنم؟ هر چی تلاش میکنم نمیشود. رسول خدا گفت یک گناه نکن، دیگر هر چی میخواهی بکن. گفت چی؟ گفت دروغ نگو، دروغ نگو. وقتی این انسان برگشت خواست جرم را جای را دزدی بکنه، گفت اگر مردم از من پرسان کنه که تو کردی، اگر من بگویم دروغ شد. گفت اگر این کار را بکنم پرسان کنم مردم که تو کردی، بگویم نه دروغ شد. هر طرفی که حرکت کرد، به هر سمتی که حرکت کرد نشد، نتیجه نداد. گفت که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم کلید را داده بود برایش.